سلام. من سعی کردم که این بحث انتقادی راجع به بیانیه هابرماس رو به شکل لایو برای شما برگزار کنم، اما به خاطر مشکلات کانکشن این اتفاق امکان پذیر نشد و در نهایت من تصمیم گرفتم که برای اینکه بحث شهید نشه به اصطلاح و از موعدش نگذره، این رو به شکل ویدیو برای شما پر کنم و آپلود کنم در صفحم. امیدوارم به هر حال مفید باشه و بتونین استفاده کنین. ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که هابرماس یک بیانیه‌ای صادر کرد در واکنش به حملات حماس به اسرائیل و حق در واقع دفاع رو برای اسرائیل مشروع دونست و اقدامات در واقع خیلی وحشتناک اسرائیل رو در کشتار فلسطینیان و حملات شدید به غزه اون رو به عنوان به لحاظ اصولی موجه دونست و نکته‌ای که در اون روش تاکید کرد که خیلی مورد نقد قرار گرفت این بود که میگفتش که نقاط متضاد توی این مواضع روشنفکری و کسانی که دارن در این مورد بحث میکنن نباید برخی از اصول رو به چالش بکشه و منظورش از این اصول در واقع حق حیات یهودیان بود. بعد از در واقع انتشار این بیانیه همراه با 3 تن دیگه از متفکران آلمانی، آقای آصف بیات، اندیشمند و جامعه شناس ایرانی، یک نامه نوشت خطاب به ایشون و در اون نقد کرد بیانیه و نحوه در واقع نگارش بیانیه هابرماس رو. نقدی که آصف بیات به بیانیه هابرماس داشت نقدی ایمننت بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه نقدی درون ماندگار در درون متن هابرماس بود که میخواستش تأکید کنه روی اینکه هابرماس دارای نظریه‌ای درباره حوزه عمومی، گفتگوی عقلانی و دموکراسی مشورتیه که پیوسته از سوی اکتیویست ها و فعالان جهان شرقی در دهه های گذشته مورد ارجاع قرار گرفته در دفاع از دموکراسی و مبارزه با توتالیتاریسم و دیکتاتوری. حالا چطور ممکنه که وقتی یک حاکمیتی که حالا مشروعیتش هم زیر بحث و چالش هستش، زیر پرسش هستش، به سرزمینی حمله میکنه و 10,000 تن رو میکشه، در حالی که حمله اون آدم ها میشه در سکوت خبری اعتراضی شمرده بشه به اون وضعیت نابرابر و سلب حق حیات از اونها در یک سیستم کاملا آپارتاید. این چطور ممکنه که از سوی آقای هابرماس هیچ مورد حتی اشاره هم قرار نگیره و فقط حق حیات یهودیان، اون هم زیر لوای یک حاکمیتی که درباره اشغالگری اون یا درباره تبعیضات سیستماتیک اون علیه فلسطینیان بحث‌های زیادی هست، چطور این مثلا مورد پذیرش فقط این مورد تاکید قرار گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته و آن سوی بحث اصلا مورد اشاره قرار نگرفته. بحث آقای بیات اینه که آنچه که به نظر میرسه یک استاندارد دوگانه در نظام فکری شماست و آقای هابرماس رو به این در واقع اشاره میده یا چجوری بگم تذکر میده که شاید باید برگردیم به همون اصولی که شما دارین ازش نام میبرین و اون اصول رو در واقع عدالت
تفکر راجع به حیات انسان یک بار دیگه مرور کنیم. در نهایت هم میاد و ارجاع میده، در واقع ذکر میکنه جمله ای رو از گرامشی که میگه که یک روشنفکر چگونه میتواند بدون درک کردن بشناسد و بدون احساس کردن درک کند، که خود این جمله همونطور که میدونین باز تفسیری از جمله معروف کانت در مقدمه سنجش خرد نابه که میگه حسها بدون مفاهیم کور هستند و مفاهیم بدون حسها پوچ و تو خالی. بنابراین ما بدون درک یا در واقع همون فهم understanding امکان حس کردن جهان رو امکان فهمیدن حس هامون رو نداریم و بدون حس کردن درک و فهم ما خالی از هر گونه معنا و خالی از هر گونه در واقع حس واقعیت است. این در واقع خود نظام فکری روشنگری رو نشون میده که آقای بیات به رسمیت شمرده و ارجاع میده به همون بنیادهایی که آقای هابرماس ازش میاد، ولی در نظام سیاسی کنونی جهانی اون رو تفسیری ازش میده که بخشی از انسانیت ازش بیرون میمونن. بعد از اون ما در روزهای گذشته شاهد انتشار مطلبی از آقای حمید دباشی هستیم به ترجمه خانم آزاد شعبانی که نقدی بنیادین و ترانسندنت آنسورونده به متن آقای هابرماس هستش و اتفاقا نقل میکنه از آقای بیات هم و میگه که اتفاقا من نقد آقای بیات رو قبول ندارم، بلکه کل اصول فلسفه روشنگری و فلسفه مدرن بر تبعیض ایستاده و در مرکز این فلسفه انسان اروپایی قرار داره، انسان سفید پوست اروپایی قرار داره که حق حیات رو و حق در واقع داوری رو به خودش میده و دیگری رو، یعنی انسان‌های نوع دیگر رو بیرون از خودش میبینه، از جمله انسان خاورمیانه‌ای، چه عرب باشه، چه ترک باشه، چه فارس باشه، چه کرد باشه، چه هر چیز دیگه ای، این رو در بیرون خودش میبینه و حق در واقع گفتگو و توافق و نوع دیگری از خردورزی رو در اینها و درک جهان رو در اینها به رسمیت نمیشناسه. بنابراین کل فلسفه مدرن رو بر پایه فلسفه روشنگری و فلسفه ایدالیسم آلمانی واجد نوعی تبعیض میبینه که در انسانشناسی اون ریشه داره و یک نوعی ترس و وحشت از این دیگری غیر قابل درک و غیر قابل گفتگو رو داره نمایش میده که گاهی علاج اون مجازاتش به توسط بمباران، به توسط حمله و به توسط در واقع کشتار هستش. این خب یک جوری ارجاع میده به همه حملاتی که در سالهای گذشته به این منطقه شده، این چه به توسط مثلا دولت آمریکا بوده که به مثلا افغانستان یا به عراق یا به مناطقی از سوریه یا جاهای دیگه حمله کرده، یمن هم مثلا به شکل نیابتی حمله کرده، یا نه و خواستار در واقع یعنی بهانش گسترش دموکراسی، دفاع از خود، دفاع مشروع از خود، از حیات خود، از امنیت خاک خودش بوده که با ادعاهایی صورت گرفته، مثلا در مورد عراق که هیچ وقت ثابت نشده، در مورد سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌های شیمیایی که در درون خاک اون بوده و ممکنه ادامه پیدا بکنه.
چه در مورد اسرائیل که اسرائیل هم مبتنی بر همون ایده های روشنگری ارجاع داده در واقع موجودیت خودش رو به یک فلسفه‌ای که حالا ایستاده بر جایی که حالا میخواد اون دیگری رو دفع کنه و حق حیات خودش رو به این شکل مشروع جلوه بده که داره از خودش دفاع مشروع میکنه. حالا امروز قرار شدش که ما برگردیم به این متافیزیک سوژه و ببینیم که کجای این بحث ها درست و کجای این بحث ها نادرست هست. میدونیم که بعد از موجودیت، بعد از تولد اسرائیل، اندیشمندان زیادی در این باره بحث کردن و نقد کردن و در واقع مورد مداقه قرار دادن حق این که مثلا یک خاکی برای یهودیان باشه یا نباشه. ما توی اون دیتیل نمیریم و میخوایم که بریم برگردیم به این متافیزیک سوژه و این اصولی که در بیانیه و نوشته های هر سه متفکر روی اون تاکید شده، به اون ارجاع داده شده و ببینیم که اونها چی هستش و بعد داوری خودمون رو بسازیم و ببینیم که آیا میشه چیزی به این بحث اضافه کرد یا میشه غیر از نقد پیشنهادی هم به این نظام فکری داد یا نه. در بحث های فلسفه روشنگری ما شاهد اون هستیم که سوژه مدرن بر دو سنت مهم ایستاده. یکی سنت تجربه گرایی و دیگر سنت خردگرایی. سنت تجربه گرایی در بحث علوم سیاسی و نظام سیاسی جدید بیش از هر چیزی در متن ماکیاولی انعکاس پیدا کرده و در بحث خردگرایی اون روی اندیشه های انسانشناسی هابز و روسو که یک تضاد بنیادینی با هم دارن و بعد اندیشه های دیگرانی هستش که میاد میرسه به کانت. ما اینجا اول دو دسته میکنیم. دسته اول که تجربه گراها هستن، مثل لاک، مثل بیکن، مثل خصوصا ماکیاولی رو در این دسته قرار میدیم و دسته خردگراها که دکارت و هابز و در واقع اسپینوزا، لایبنیتز هستن و خصوصا اسپینوزا میتونه یک تفسیر دیگری از فلسفه سیاسی به ما بده. بنابراین اینها رو در وهله اول دو دسته میکنیم ولی بعد به تفاوت‌های درونی میان اینها قائل هستیم و اونها رو در نظر میگیریم. ما شاهد این هستیم که متافیزیک مسیحی و بعد متافیزیک خردگرایی رنسانس که به توسط دکارت پایه‌گذاری شد، از سوی نقد بی‌محابا و بسیار متقن هیوم مورد یک ضربه جدی قرار گرفت. یعنی یک دوگمی در این تفکر وجود داشت که هیوم اون رو مورد حمله جدی قرار داد و اون این بودش که آیا آن چیزی که ما در منطق و در استدلال روی اون می ایستیم و میتونیم اون رو اثبات کنیم، آیا اون کاملا حقیقته؟ یعنی آنچه که ما در ذهن و بعد در زبان به یقین میرسیم در موردش همون چیزیه که در جهان حضور داره؟ پس بنابراین میتوان حقیقت منطقی رو، حقیقتی که از طریق منطق به اون دست پیدا میکنیم، منظور از حقیقت همانا گزاره پالوده شده از تناقض و تضاد هست، آیا این مساوی است با واقعیت، با فکت یا نه؟ اینها دو تا چیز مختلف هستند و واقعیت میتونه همیشه در درون خودش تناقض و تضاد رو حمل بکنه و هیچ وقت به اون یگانگی و انسجام و قطعیت حقیقت منطقی از نوع اول، یعنی از نوع عدم تناقضش نرسه. وقتی که این ضربه جدی رو ما
باهاش مواجه هستیم برمیگردیم به منطق و سعی میکنیم منطق رو دوباره بازسازی کنیم. از طریق بازسازی منطق ما به سیستم های مختلفی میرسیم، سیستم های منطقی مختلفی میرسیم. از جمله سیستم منطقی که در این بازسازی بعداً به شدت مورد توجه قرار گرفت، سیستم منطقیه که ماکیاولی پیشنهاد داده. یعنی در این مواجهه جدی که آنچه که مسیحیت میگه، آنچه که پاپ داره ادعا میکنه به عنوان مثلا محبت مسیحی، به عنوان گذشت، جهان سیاسی ما رو نمیسازه و جهان سیاست از جهان اخلاق جداست. اندیشه سیاسی از اندیشه اخلاقی باید جدا باشه. بنابراین و منطقی که پایه در تجربه و در واقعیت نداشته باشه نمیتونه پیشنهاد کارآمد و پایداری برای حل مسئله واقعی ما به ما بده. ماکیاولی وقتی این بحث رو مطرح میکنه توضیح میده که ما وقتی نظام سیاسیمون بر مبنای اخلاق میخواد پیش بره چطور متزلزل، ناکارآمد و در نهایت باعث نامشروع شدن اخلاق میشه. در حالی که اگر حساب اخلاق رو از قدرت و نظم در واقع قدرت جدا بکنیم، شاهد اون خواهیم بود که یک نظام سیاسی خواهیم داشت مکار، مدبر و بیشتر از همه آینده نگر و کارآمد و پایدار که میتونه این کارآمدی و پایداری خودش رو منجر کنه به اینکه یک ثبات و یک امنیتی به وجود بیاد که در اون نظام‌های اخلاقی به نقد و حیات خودشون ادامه بدن. بنابراین لازمه اساساً تداوم زندگی اخلاقی رو ابتدا یک ثبات سیاسی و امنیت در جامعه میبینه. این رو ما در نگرش هابز هم میبینیم که اون رو در دولت متبلور میکنه. یعنی گرچه ماکیاولی از منظر تجربی و از منظر در واقع تحقیقات مبتنی بر فکت و تاریخ به این نتیجه میرسه که توازن قوا مهمترین المان دنیای سیاست هست، هابز از طریق انسانشناسی منطقی و خردگرایانه این رو برای ما ترسیم میکنه که تمدن اساساً بر مبنای تمنای امنیت و تمنای ثبات به وجود اومده و بقای نوع بشر به ضرورت در این بوده که بتونه نیروهای شریر خودش رو کنترل کنه و این ممکن نیست مگر اینکه نهادی واسط به وجود بیاد که اسم اون رو لویتان میذاره که گرچه خودش هیولایی بزرگ هست اما با تفویض اختیار از سوی افراد آحاد بشری میتونه بین اونها نوعی از تنظیم و نوعی از توازن قوا رو به وجود بیاره که همدیگر رو نکشن و بتونن در کنار هم همزیستی بکنن. این نتیجه در انسانشناسی که بنیاد فلسفه روشنگری قرار گرفته مورد توجه جدی است. ایندیویژوالیسم یعنی این که هر بشر، هر در واقع انسانی بهره برده از یک خاصیت‌های نوعی و بعد یک ویژگی‌های فردی، شخصی که اونها نمیتونه بهش کمک بکنه در بستر اجتماعی، بلکه باید برگرده به ویژگی‌های نوعی تا بتونه تمدن ساز بشه، بتونه در واقع به عنوان یک شهروند در پلیس یا در شهر زندگی بکنه.
گرچه ما کاملا ارجاعات به روسو رو هم در متن کانت میبینیم، جایی که میخواد بگه که چطور این بشر ذاتاً اندیشه اجتماعی رو در درون خودش، اندیشه منوط به زندگی اجتماعی رو در درون خودش حمل میکنه، اما جایی که داره بنیادهای انسانشناسانه خودش رو پی میافکنه مبتنی بر همون ایندیویژوالیسم هابزی استواره و ایستاده. همچنین این رو به همین شکل این در واقع کمباین کردن یا ترکیب کردن بین نگاه هابز و روسو رو در اندیشه هگل هم ما میبینیم. در نهایت به چه چیزی میرسه؟ به این میرسه که اصل سوبژکتیو در فلسفه روشنگری این هستش که ما باید میلها و نیروی شریر خودمون رو، چون این نیرو شرور تعبیر میشه، این نیروی خواهندگی و نیروی غریزه منوط به سعادت فردی، غریزه‌ای که میخواد میل ورزی کنه در جهت رسیدن به سعادت فردی، این رو ما باید کنترل بکنیم به نفع اخلاق ترانسندنتال، که این اخلاق ترانسندنتال از خرد نوعی بشر بلند میشه و این خرد نوعی میتونه نیروی خلاقی رو، نیروی خیالی رو که دامن میزنه به میل و اراده ما رو موجب میکنه در جهت کشتن همدیگه، در جهت در واقع میل ورزی به حد اعلا، حسب دیگری در جهت منافع خود، اینو میتونه کنترلش کنه و جهتش بده به سمت یک نوع منافع جمعی که در بلند مدت سعادت فرد رو در گروه سعادت نوع بشر و در گروه سعادت بشری جمعی میبینه. خب این کل اون سیستم هستش. حالا ویژگی های این خرد چیست که انقدر میتونه کارآمد باشه، هم از منظر حالا اون کارآمدی که ماکیاولی بهش ارجاع میده و هم از منظر کارآمدی که هابز بهش اشاره میکنه. این چه ویژگی داره از اون چیزی که کانت بهش اشاره کرده؟ این هستش که این خردی کریتیکاله، خردی نقاده و بر مرزهای نقد راه میره و حقیقت رو هیچ وقت نمیتونه بهش برسه، هیچ وقت به حقیقت متقن نمیتونه برسه آنطور که در سیستم منطقی سنت وجود داشت. یعنی ما اصل عدم تناقض رو به عنوان اصل قایی نمیتونیم بذاریم، بلکه ما از خردی نقاد بهره‌مند هستیم که پیوسته میل به رفع تناقض داره، اما در اون ناتوان و شکست خورده است. بنابراین باید پیوسته سلف رفلکشن کنه، برگرده به اصلهای خودش و اصلهای خودش رو نقد کنه تا بتونه توازن خودش رو و تعادل خودش رو در داوری عادلانه نسبت به نوع بشر و نسبت به تمدن حفظ بکنه. خب این تا اینجاش شاید شما بگین که خب در بحث آقای دباشی بنابراین این دیده نشده، این خرده دیده نشده، این خرد خود انتقاد، سلف رفلکشن، سلف رفلکتیوی که در واقع باید یعنی بازگشت کنه پیوسته به عملکرد خودش، به داوری های خودش و اون رو نقد کنه. بله خب آقای هابرماس و ببخشید اندیشه‌ای که از اون داره استفاده میکنه، یعنی اندیشه مکتب فرانکفورت اساساً همینه و ما شاهد هستیم که غیر از مکتب فرانکفورت بعد از جنگ جهانی دوم
نظریه پردازان راستی مثل هانا آرنت هم از همین موضع برمیگردن و به نقد کانسپت اسرائیل میپردازن و میگن که قربانی در واقع نمیتونه رفع تناقض کنه و به حقیقت مطلق و حقیقت در واقع متقن راه پیدا بکنه برای اینکه جهان جدیدی بسازه. چه بسا این جهان جدیدی که میسازه جهانی نابرابر باشه. به همین دلیلم آیشمن در اورشلیم رو مینویسه و اینها. در سمت چپ ماجرا، یعنی در مکتب فرانکفورت و بعد در منتقدان بعدی که از این منظر، از منظر چپ به ماجرا نگاه میکنن، هم ما اینو داریم که این خرد خود انتقاد باید حفظ بشه و اساساً بشریت بر اساس اون بتونه جهان جدید رو نگاه بکنه تا فکر نکنه که مرزهای سعادت جمعی رو فتح کرده و به حقیقت مطلق دست پیدا کرده. اما بنابراین با این منظر اگر نگاه کنیم، نقد آقای بیات شاید درسته با آقای هابرماس که میگه چی؟ که میگه که برگردیم به اصول و برگردیم به اون خرد انتقادی. در واقع اون اصول چی هستن؟ گرونزاتس یا آغازه ها هستند که این آغازه ها مبتنی بر ایده ها هستند که این ایده چیکار میکنه؟ این ایده متناقض نماست، در درون خودش تناقض و تنش رو حمل میکنه و نمیتونه به یک حکم نهایی و مطلق برسه مگر درباره خیر. و این خیر خیری هستش که سامان بونوم، از آن هم است، از آن هر بشری است، هر بشری که آمده و حتی هر بشری که هنوز به دنیا نیامده. به همین اعتباره که خودش رو یونیورسال میدونه، خودش رو کلی و ضروری میپنداره و میخواد که به یک در واقع مطلق نامشروطی برسه که مبنای داوری یونیورسال خودش رو با اون تنظیم بکنه. پس این خرد نقاده. تا اینجاش ما متوجه شدیم که نقد آقای بیات چطور میتونه در سیستم فکری آقای هابرماس بنشینه و چه تذکری به اون داره میده که در واقع شاید اون رو بیدار میکنه درباره حقی که ازش حرف میزنه و حقی که ازش حرف نمیزنه. یعنی اینجا ما فقط راجع به حرف ها صحبت نمی کنیم، بلکه راجع به سکوت ها هم صحبت میکنیم. اما برگردیم به این که این انسانشناسی چطور اروپا سنتریکه و چطور ایده دیگری رو در درون خودش نمیپذیره. همونطور که خدمتون عرض کردم، این خردی که توصیف میشه از سمت فلسفه روشنگری و بر دو بال تجربه گرایی و خردگرایی استواره، بنابراین دو معیار نیرو یا قدرت رو در واقعیت و نقد و منطق، نقد و در واقع استدلال رو در منطق معیار خودش قرار میده. یعنی این استدلال، این تلاش بیشائبه منطق برای فرموله کردن جهان پیش رو پیوسته به چه چیزی نظر داره؟ به بازی قدرت، به بازی نیروها. همانطور که ما در آزمایشگاه فیزیک آنچه که به عنوان فرمول می نویسیم در توازن، در محاسبه نیروها اون رو می آزماییم و اگر فرضیه‌مون رد بشه اون رو دوباره میایم روش مداقه می کنیم و دوباره منطقش رو سعی می کنیم درست بکنیم. درباره حوزه علوم انسانی هم ما این رو به نحو دیگری داریم و این نقده نگاه میکنه به بازی نیروها و به بازی قدرت در جهان واقعی و میگه که این توازن چگونه برقرار میشه. خب پاشنه آشیل این بحث کجاست؟ پاشنه آشیل این بحث همانا
ایجاد ثبات و امنیت و مفاهیم ایجاد ثبات و امنیت برای تمدن بشری و بقا و سعادت جمعی هستش که به اون اشاره میکنه. چه کسی داره میگه که این ثبات و امنیت باید به نفع کی باشه؟ چه کسی؟ خب این اون فلسفه اروپایی کجا ایستاده؟ در حوزه اروپایی، حوزه غرب، در منظور در واقع کشورهای اروپایی و شمال آمریکا هستش که خب امروزه کشورهای دیگری را هم ما حتی در شرق هم میبینیم که این منطق رو پذیرفتن و جز این حوزه اندیشه غربی اصلا خودشون رو تعریف میکنن و سعی میکنن به این منطقه وفادار باشن. و در میدان واقعیت اینها چه میگذره؟ در میدان واقعیت اینها نظام سرمایه‌داری ایستاده که بقای بشر رو در ثبات بهره برداری و بهره برداری از منابع مشترک در زمین و حتی در یونیورس به طور کلی و انباشت سود میدونه به نفع در واقع توسعه تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی هایی که حل مسئله زندگی بشر میکنه و قراره که همه نوع بشر رو به سطح رفاه بالاتر و سعادت جمعی بهتری برسونه. پس بنابراین هر گونه تهدیدی که این نظام رو که قرار بشر رو به سعادت برسونه، هر تهدیدی که اینو مورد خطر قرار میده باید رفع بشه. در کجا؟ در میدان قدرت، در میدان نیروها و بعد کجا مشروع بشه، کجا توجیه بشه؟ در نظام اندیشه اروپایی. خب خیلی واضحه که در چنین شرایطی اگر خردی غیر از این خرد یونیورسال بیاد و ادعا بکنه که اساساً این سعادت جمعی نیست یا سهمی طلب بکنه که سهمی بیش از سهمیه که در این نظام جهانی داره، یا اگر بیاد بگه که بقای نوع بشر اساساً مورد تهدید جدی در این مسیر پیشرفت قرار گرفته، این برای چنین هیرارشی، برای چنین ساختاری تهدید تلقی خواهد شد. نظام سرمایه‌داری همونطور که مارکس همیشه راجبش میگه مهمترین ویژگیش، یعنی بهترین ویژگیش این هستش که نقدها رو میتونه از آن خودش بکنه، میتونه درونی بکنه. بنابراین هر پرسشی که شما از نظام سرمایه‌داری مطرح میکنی در دانشگاه، در یونیورسیتی که میخواد اون خرد یونیورسال رو دامن بزنه، مورد مداقه قرار میگیره. پس پرسشی که مورد مداقه قرار نمیگیره، اینجا همون مرزیه که باید بهش فکر بکنیم. چه پرسشی مورد توجه قرار نمیگیره؟ مثلا ما اگر جنبش زیست محیطی هستیم، میگیم که این تکنولوژی، این در واقع پیشرفت تکنولوژیکی اساساً به ضد بشر عمل کرده و به ضد بقای نوع، نه تنها نوع انواع مختلف گیاه و جماد و حیوان، بلکه به ضرر نوع بشر بوده. در نهایت این به ضرر بقای بشر خواهد بود. راجع به این بحث میشه، البته که کمتر عمل میشه. جنبش زیست محیطی نمیتونه تهدید جدی باشه که بتونن اونو حذفش کنن، جز در جایی که مثلا دولتی مثل دولت ترامپ یا دولت‌های توتالیتری مثل دولت چین یا دولت‌های دیگر هستن که
تن نمیدن، به سیاست‌های زیست محیطی تن نمیدن، گفتمانی رو شروع میکنن در جهت افزایش رفاه عمومی که حرف‌های زیست محیطی رو نوعی تهدید جدی برای رفاه انسان‌هایی که حاضر هستن تلقی میکنن و رأی میگیرن و اینها. در این حد باهاشون مقابله میشه. البته گزارش های زیادی هست از این که کسانی که واقعا به شکل رادیکالی شروع میکنن به مبارزه کردن با برنامه های توسعه‌ای، همین چند وقت پیش هم شنیدیم که حتی یک فعال زیست محیطی توی آمریکا از سمت یک کسی مردم و فعالین توسعه‌ای مورد خشونت قرار میگیرن و حتی کشته میشن در موارد. اما جایی که شما به عنوان یک نظام سیاسی نظم این دولت رو قبول نمی کنی، یعنی نظمی که بعد از اینکه در اندیشه کانتی اون سعادت سامان بونوم، اون سعادت جمعی مبتنی بر خیر اعلا فرموله شد، میاد در متن هگل و نهاد این تعین سامان بونوم میشه دولت که در بستر تاریخ داره عمل میکنه و انقدر باید پیش بره تا این نهاد واسط ضرورتش از بین بره و دیگه در اون صورت ما نخواهیم که دولتی داشته باشیم، یعنی سطح اندیشه بشر به جایی برسه که نیازی به دولت نداشته باشه. وقتی ما در زمین واقعیت نگاه میکنیم میبینیم که خود این نهاد دولت یک کانکشن های، یعنی اون توصیفی که در فلسفه ایدالیسم آلمانی شده ازش توصیف چیزی نیست، توصیف چجوری بگم، یه توصیف خیلی نیوتراله، خنثاست و برای اون یک ویژگی و اون رو یه واجد یه ویژگی خیلی اندیشگی میدونه و عادل فرض میکنه که انگار منافعش به هیچ کس وابسته نیست و به همگان وابسته است، در حالی که در زمین واقعیت ما شاهد این هستیم که این نهاد دولت دقیقاً وابسته است به اون کریدورهای نیرو و قدرت و سوار قدرت هستش و اینجاست که چون میتونه حفظ امنیت و پایداری و ثبات رو به عهده بگیره، بنابراین حق رو از آن خودش میدونه و حقیقت رو، خودش رو حامل حقیقت میشماره و این نظام هیرارشیکی که مبتنی بر این دولت مدرنه حتی میتونه دست به خشونت بزنه به بهانه حفظ ثبات، به بهانه حفظ امنیت و این خشونت رو توجیه کنه، جایی که حتی شما دارین به شکل واضح میبینید که این خشونت به نفع یک بخش هایی از قدرت اقتصادی یا سیاسی هستش که برای بقای خودشون این کار رو انجام میدن، نه برای بقای همگان. و توجیهشون اینه که ما اگر بقا پیدا نکنیم کل سیستم میپاشه. حالا شما فرض کنین در جایی بخشی از جمعیت یا بخشی از تمدن مدعی هستش که بقاش داره در تضاد با بقای این نظام سیاسی، این نظام قدرت قرار میگیره، مثل فلسطین. در این صورت چی کار میکنه؟ در این صورت دیگه شاید در جایی که خیلی داره بهش فشار میاد از موضع در واقع استدلال بیاد بیرون و بخواد یک اکتی انجام بده. اینجاست که اون تهدید جدی نسبت به کل نظام خودش رو متعین کرده. حالا این چه مثلا حمله تروریستی به برج‌های دوقلو باشه، چه به حمله تروریستی حماس به اسرائیل باشه اونطور که خودشون نامگذاری میکنن، چه هر جای دیگه ای. ولی این دیگه چاره ای نداره، یعنی یک اگزیستنس حاضر در جهانی است که بقای خودش رو امروز و فردا در تهدید میبینه به خاطر تداوم نظمی که داره خودش رو توجیه میکنه با اندیشه جدید.
در یه همچین حالتی که هیچ بستری برای گفتگو وجود نداره، هیچ بستری برای پذیرش نقد وجود نداره، اون اصولی که ازش نام میبرن مقدس شده و غیر قابل نقد شده و شکلی از دوگم پیدا کرده، در یه همچین حالتی یک اکت انفجاری، یک اکت در واقع رادیکال در جهت حفظ بقا انجام میشه و همینجاست که اون دولت به خودش اجازه میده که بقای نه تنها اون نیرو بلکه بسیاری از انسانهای بیگناه رو به خطر بندازه، ازشون بگیره در جهت حفظ بقای خودش. حالا این توی نظم جهانی که قدرت دست کسانی است که صاحب این فلسفه هستن کاملا معنا داره. یعنی شما نگاه میکنید و میبینید که بحث بر سر حقوق فلسطینیان هیچ جا شنیده نمیشه. تظاهرات های خیلی بزرگی انجام میشه اما در عمل هیچ اتفاق واقعی نمیفته. اندیشمندانی مثلا میان و بحث میکنن علیه این اتفاقی که داره برای فلسطینیا میفته، اما این تأثیری بر محکومیت اسرائیل و تغییرات حقوقی نداره و اتفاقا تغییرات حقوقی به سمت حفظ منافع اون هستش. خب پس ما شاهد چی هستیم؟ شاهد این هستیم که نیازمند تغییر اون اصولیم. اینجا دیگه متوجه میشیم که اون اصول روی یک جایی وایساده که کارآمدی خودش رو از دست داده و اون چیست؟ اون سوژه مدرنی هستش که صاحب اندیشه و قدرت. پس چی شد؟ صاحب اندیشه و قدرت، یعنی سوژه‌ای که عمل میکنه و عمل خودش رو به خوبی توجیه میکنه. یعنی نظام فکری ساخته که اون نظام فکری میتونه عمل اون رو توجیه بکنه. راه حل غیر از مبارزه در زمین واقعیت که باید بتونه توازن قوا رو تغییر بده و مجبور کنه در واقع اونهایی رو که صاحب قدرت و صاحب استدلال هستن پای میز بحث بیاره، اندیشیدن به خرد متفاوتی هستش که مبنای خودش رو نه بر سامان بنوم بلکه بر نوعی کثرت‌گرایی بذاره که در اون خردهای متمایز و منطقهای متمایز حق حیات، ادامه دادن داشته باشن و مهمترین چیز اینه که نشان داده بشه در اون استدلال که چطور توازن و بقا جز از طریق این کثرت‌گرایی در منطق ممکن نخواهد بود. پس بنابراین ما غیر از این که محکوم میکنیم تک صدایی رو در منطق و اینکه خرد رو ببریم روی یک تعریف نوعی از بشر که اون تعریف نوعی از بشر ممکنه به هستی و زیست جهان ما نزدیک نباشه و قابل درک نباشه و قابل اجرا نباشه و کارآمد و ثبات در واقع ثابت برای ما نباشه، غیر از اینکه این نقد رو انجام میدیم باید بتونیم آلترناتیوش رو هم فرموله کنیم. آلترناتیو اون از چی در میاد؟ از خردهای جایگزین. خردهای جایگزین حسهای جایگزین نیستند، خردهای جایگزینند. یعنی ما در این منظر از میل ورزی، از غریزه، از نمیدونم عناصری که داره خرد بشری رو زیر ضرب میگیره دفاع نمی کنیم، بلکه از نوعی خرد جایگزین میخوایم دفاع کنیم که اون خرد جایگزین شاید روابط متفاوتی با همون میل، نیروی خیال و اگزیستنس بشر به عنوان یک هستی مکانمند داره.
این کل بحثیه که من داشتم. اگر دقت کنین در بخش آخر توضیح دادم که چرا آقای حمید دباشی نقد درستی رو دارن ارائه میکنن، اما میشه به این بحث چیز بیشتری اضافه کرد و برای اضافه کردن این چیز بیشتر به این بحث نیازمند کار بسیار جدی و بلند مدت در اندیشه خودمون هستیم. بازگشت به متن‌های اصلی، الهام گرفتن از اون بعد از خوندن فلسفه غربی و پاسخ دادن به یک نیاز تازه در خاورمیانه که اون در سیستم کنونی امکان پذیر نیست پاسخگویی بهش. در سیستم دولت ملت مدرن دیگه نمیتونه جوابی پیدا کنه و بقا پیدا بکنه. خیلی ممنونم که به بحث من گوش کردین. امیدوارم که سوالاتتون رو زیر این پست ببینم و بحثمون با شما در کامنت ها ادامه پیدا کنه. روز شما بخیر و خدا نگهدار.